میخوای یه هارد بخری ولی نمیدونی مناسب ترین هارد برای کنسول چیه و چه کاری میخوای با اون هارد انجام بدی. پس همراه من باش. سلام، من مهدی ام و خوش اومدید به کانال مهدی پایه. ما توی این کانال از اخبار گیم و خود گیم پلی بازی‌ها و بازی ایکس باکس و گیم پسی که جدید میاد و میخوایم ببینیم آیا ارزش بازی داره یا خیر رو انجام میدیم. خب آقا، تو این قسمت اومدیم ببینیم بهترین هاردی که ما میتونیم برای کنسولمون بخریم چه هاردیه. اول ما باید نیاز خودمون رو بدونیم. اگه میخوای گیم پلی ضبط کنی و اونو داخل هارد نمیخوای نگهداری و میخوای مستقیم بیاریش روی لپتاپ، شما نیاز به هارد نداری. یه فلش 64 گیگابایتی یو اس بی 3 حتما بهتون بگم باید یو اس بی 3 باشه. یه فلش 64 یو اس بی 3 رو بخرین کارتون رو اوکی میکنه و شما نمیتونی هارد بخری هم گیم پلی ضبط کنی و هم بخوای بازی روش بریزی، چون این قابلیت ایکس باکس بهتون نمیده. یا باید گیم پلی ضبط کنی یا بازی رو داخل هاردتون ذخیره کنید. پس این نکته رو حتما داشته باشید که فکر نکنید یه هارد میخرم هم گیم پلی میگیرم و هم میتونم بازی داخل ذخیره کنم. پس حالا ما فرض رو میگیریم که شما میخواین یه هارد تهیه کنین که بازیاتون رو داخلش ذخیره کنید. پس از این قرار باید چیکار بکنید؟ ما برای خرید یک هارد مناسب باید به چند تا نکته کلیدی توجه کنیم. و این نکته چیه؟ شما هاردی رو که تهیه میکنی، اول از همه که بتونی بهترین نتیجه رو ازش بگیری و جواب بده بهتون، باید این هارد USB 3 رو پشتیبانی بکنه، یعنی سرعتش رو USB 3 باشه و یعنی خود کنسول ایکس باکس نمیتونه اونو شناسایی کنه و نمیشه فایل رو جابجا کرد. پس حتما به این نکته دقت بکنین. حالا بهترین هاردها چیان؟ من اینجا دیجی کالا رو براتون بالا آوردم و چند تا هارد رو اینجا براتون میخوام نشون بدم. بهترین مارک هاردی که شما میتونین تهیه کنین مارک آداتاست که آداتا یه برند خیلی خوب توی بازار ایران هست. حالا تو بازار خارجی خیلی از هاردهای دیگه هم هست، ولی تو بازار ایران یکی از بهترین هارد هاست، هارد ای دیتا، که قیمتاش که الان که نگاه میکنم واقعا بالا 3,690,000 برای یه هارد 2 ترابایتی واقعا زیاده، ولی دیگه چاره ای نیست دیگه، توی ایران داریم زندگی میکنیم. پس بهترین مارک هاردمون ای دیتا که مدل HD 770 جیش که میشه این دقیقاً یه مدل ضد ضربه و تقریبا میشه گفت ضد، اینا هاردا هیچ کدومشون ضد آب نیستن، در حد آب بپاشه روشون و اینجور داستانا مشکلی براشون ایجاد نمیشه و شما بخوای یه هاردی بگیری کلا ضد آب باشه ذره سخته، پیدا میشه ولی یه ذره تو ایران هم سخته. مثلا همین هارد ای دیتا هم به عنوان ضد آب و ضد ضربه به فروش میرسه. حالا ضد ضربه بودنش رو میشه اوکی کرد، ولی ضد آب بودنش رو نه دیگه، آب بهش نزن، سعی کن دیگه، چرا باید هاردت داخل آب بندازی؟ یه هارد ای دیتا بهترین هاردیه که هارد یو اس بی 3 شو گفتم بهتون حتما یو اس بی 3 شو تهیه کنین که دو مدل مختلفی هم داره، اچ دی 710 پرو یا اچ دی 770 جی که قیمت‌های نسبتا بالایی هم دارن اینا. اگه نمیخواین اینقدر هزینه کنین، هولوش 3 و 700 و اینا نمیخواین، میایم رو 2900 هارد وسترن که هارد واقعا مناسبی الان تو بازار ایران قیمتی حساب میشه که 2900 245 مدل ظرفیت 1 ترابایتیشه که این دو مدل از هاردای خوب داخل بازاره، وسترن و ای دیتا. یه هارد دیگه هم هست که خودم اینو چندین سال پیش خریدم که واقعا الان نشونتونم بدم. این هارد سیلیکون پاور، حالا که در اومد اوکی، این هارده که این هاردو اگه توجه کنید یه هارد 1 ترابایتی، خاکی هم یه هارد 1 ترابایتیه
سیلیکون پاوره، حالا که منم یه خورده ضربه هم داره دیده باشین، زیاد زمین و زار خورده که این دو طرفش شکسته هستن، ولی هنوز که هنوز این هارد داره برای من کار میکنه و بازی رو داخل ذخیره میکنم. قیمت این هاردم چون 5 6 سال پیش خریدم، هولوش 300,000 تومان خریدم و همین هارد آرمور A80 الان با قیمت 2,940,000 تومان داره به فروش میرسه. هارد سیلیکون پاور یکی از هاردهای مشهور داخل بازار ایران که الان تقریبا خیلی کمتر میشه این هارد رو گیر آورد و الان دیجیکالا داره این هاردو و توشیبا و اینا هم هست که هاردایی نیست که الان خیلی معروف باشن اینا. پس 3 مدل هارد رو میتونم بهتون پیشنهاد بکنم و حتما دقت هم داشته باشید این هاردایی که میخرین یو اس بی 3 رو پشتیبانی بکنن. پس اولی هارد ای دیتا که حالا من یه نمونهش رو اینجا بهتون نشون میدم که نوشته مقاوم در برابر گرد و غبار و اینجور داستان هست و گارانتیش هم داره و اینجور داستان ها. پس ای دیتا اولین هاردیه که من میگم شما بخرید. سیلیکون پاور در رتبه دومه چون خودم استفاده کردم واقعا راضی بودم از این هارد و در رتبه سومی هم که بهتون پیشنهاد میکنم هارد بخرین هارد وسترنه. هارد وسترن هم باهاش استفاده کردم. شما با قیمت مبلغ 2,900 همین هزینه‌ای که میخوایم بکنید پای یه هارد سیلیکون پاور که اینم 2,900 ولی ظرفیت 1 ترابایتی داره ولی این هارد وسترن یه ظرفیت 2 ترابایتی داره که 2,900 قیمت مساوی در میاد ولی دیگه تو پله سوم وای میسه این هارد. پس الان توجه کردین که چجوری میتونید یه هارد مناسب رو برای خودتون انتخاب بکنین. 3 مارک خیلی خوب و بازار رو بهتون معرفی کردم که امیدوارم بهتون کمک بکنه. و برای نکته آخر بهتون بگم که کاملا دقت داشته باشید. شما وقتی میخواین یه هاردی رو بازی داخلش بریزین میشه با یه سری از برنامه ها خودتون روی سیستم بازی براش بریزید، ولی پیشنهاد من اینه که روی خود ایکس باکس دانلودش کنید و وارد اون فضای هاردتون بکنین، چون هارد دیگه وقتی وارد بسته کامپیوتر میکنین نشون نمیده چون نمیخوان دیتاشو بردارن و همین توی ولی میشه با یه سری از برنامه ها این کار رو انجام داد و این هارد دیگه نمیتونید شما به عنوان یه هاردی که فیلم داخلش بریزید و عکس داخلش این هارد نمیتونید اینجوری ازش استفاده بکنید. پس اینم حتما حواستون باشه. آقا امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه که هارد مناسب خودتون رو پیدا کنید و خرید کنید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. خیلی ممنونم کانال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم برام بذار. دمت گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. خیلی دوستتون دارم، جاتون توی قلب منه و چاکس.